السلام یک آداب خاصی هم داره رفتن به زیارت کربلای امام حسین علیه السلام. داریم در آداب زیارت امام حسین کسی بخوای کربلای امام حسین بره 3 روز قبل از رفتنش روزه بگیره، انگشتر عقیق در دست کنه، یک مقدار تربت امام حسین علیه السلام با خودش برداره، از خانه بیرون میشه با اهل و عیالش خداحافظی کنه، سرش برهنه نباشه وقتی میخوای به زیارت کربلای امام حسین علیه السلام بره. همینطور که میره هر زیارت آداب خودش داره، باید لباس پاک بپوشی، آقا غسل کنی، اما نوشتن وقتی کربلا رسیدی دیگه با سر و روی غبار آلود وارد حرم امام حسین شو، نه که لباس پاک بپوشی. حتی من شده لباس نو نپوشید زیارت امام حسین علیه السلام وقتی میخوای بری، با مو سر و صورت خاک آلود، با مو لباسهای مانده و زله آمدی وارد حرم آقا سید الشهدا علیه السلام شو. همینطور آداب زیاد که نقل کردن به زیارت آقا سید الشهدا، آداب خاص و کاملا متفاوت از عزیزا. بعد شما نگاه کنید، طرف آمد محضر امام صادق علیه السلام، آقا فرمود که روز چند بار به زیارت جد نازنین ما امام حسین مشرف میشی؟ گفت آقا هر روز نمیتونم برم. هفته چند بار میریم؟ نمیرم. ماه چند بار؟ گفت نمیرم. گاهی بله، هوای کربلا میکنم میرم به زیارت جد نازنینتان امام حسین. گفت هر روز هر هفته برو به زیارت جد نازنین ما امام حسین. گفت آقا جان من فرسنگ‌ها را دور هستم از کربلا، چگونه به زیارت جدتان برم؟ فرمود کافی سر بام بالا شو بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. برای زیارت امام حسین می نویسن عزیزا. او کسایی که توفیق داره امسال میتونه امکانات داره بر زیارت امام حسین برن به زیارت آقا سید الشهدا، اگر نمیتونه از راه دور امام حسین علیه السلام زیارت کنه. زیارت امام حسین در حدی داره که ما زیارت معروفه و غیر معروفه داریم. کافی شما سعی کنید زیارت عاشورا، بعد میای که زیارت معروفه یا غیر معروفه از بس زیارت آقا سید الشهدا زیاد داره، ولی زیارتی که تاکید شده هر روز با اون زیارت شما امام حسین زیارت کنید، زیارت عاشوراست عزیزا. علمای بودن که در طول عمرشان هر روز میخواندن زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام. او وقتی که مریض شد و عالم بزرگوار نتونه زیارت عاشورا بخونه، پول میداد به کسی دیگه که به نیابت من امروز من نمیتونم زیارت عاشورا بخونم، تو به نیابتم پول بگی، به نیابت ما زیارت عاشورا را بخون. در روایت داریم بهشت مال کسی است که میره به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام. یک آداب خاصی هم داره رفتن به زیارت کربلای امام حسین علیه السلام. داریم در آداب زیارت امام حسین کسی بخوای کربلای امام حسین بره 3 روز قبل از رفتنش روزه بگیره، انگشتر عقیق در دست کنه، یک مقدار تربت امام حسین علیه السلام با خودش برداره، از خانه بیرون میشه با اهل و عیالش خداحافظی کنه، سرش برهنه نباشه وقتی میخوای به زیارت کربلای امام حسین علیه السلام بره. همینطور که میره هر زیارت آداب خودش داره، باید لباس پاک بپوشی، آقا غسل کنی، اما نوشتن وقتی کربلا رسیدی دیگه با سر و روی غبار آلود وارد حرم امام حسین شو، نه که لباس پاک بپوشی. حتی من شده لباس نو نپوشید زیارت امام حسین علیه السلام وقتی میخوای بری، با مو سر و صورت خاک آلود، با مو لباسهای مانده و زله آمدی وارد حرم آقا سید الشهدا علیه السلام شو. همینطور آداب زیاد که نقل کردن به زیارت آقا سید الشهدا، آداب خاص و کاملا متفاوت از عزیزا. بعد شما نگاه کنید، طرف آمد محضر امام صادق علیه السلام، آقا فرمود که روز چند بار به زیارت جد نازنین ما امام حسین مشرف میشی؟ گفت آقا هر روز نمیتونم برم. هفته چند بار میریم؟ نمیرم. ماه چند بار؟ گفت نمیرم. گاهی بله، هوای کربلا میکنم میرم به زیارت جد نازنینتان امام حسین. گفت هر روز هر هفته برو به زیارت جد نازنین ما امام حسین. گفت آقا جان من فرسنگ‌ها را دور هستم از کربلا، چگونه به زیارت جدتان برم؟ فرمود کافی سر بام بالا شو بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. برای زیارت امام حسین می نویسن عزیزا. او کسایی که توفیق داره امسال میتونه امکانات داره بر زیارت امام حسین برن به زیارت آقا سید الشهدا.